اینک فینال دوستان عزیز در دسته وزن تو 60 کیلو فینالی که بسیاری ها آن را انتظار بودند. این هم شهباز سعید ابروروف و این هم امام علی نورعلی، دو چهره که هر دو تاریخ ساز شدند در رقابت های بین المللی. ببینید این هم شور و شوق مخلصان است که با افتخار این دو چهره داوری درجه بین المللی حمزه علی رحمتوفی رقابت را داوری خواهد کرد. با جدوگی سفید امام علی نورعلی از سمت چپ است، شهباز سعید ابروروف باشد از سمت راست تصویر است. و نکات برجسته مشخصات دستاوردهای این دو چهره را میدانیم دوستان عزیز. امام علی نورعلی در فرم معمولی خوب قرار دارد. امام علی نورعلی اونه که تازه در مسابقات قهرمانی جودوی جوانان با عنوان چمپیونی رسیده بود. بعد از سامان محمدبکوف این دستاورد را تکرار کرد و شهباز سعید ابروروف از زمره اولین ورزشگران سبک وزن تاجیکی برنده مدال برنجی گرند سلم در کارنامه شده. شهباز واقعا گام‌های استوار در رقابت‌های بین‌المللی به ویژه در گرند سلم برداشته بود. از تاشکند شروع کرد ولی در دومین گرند سلمش در تیفلیس بود که برنده مدال برنجی شد. یک پرتاب جذاب شهباز سعید ابروروف. بله ببینیم خیلی زیبا بود، پرتاب زیبای آسات و به سمت چپ و زری اما داوران قضاوت خواهند کرد. اما داوران قضاوت میکنند. بله داوری بالای گلیم حمزه علی میگوید که نوارهای تدریجی را ببینیم و در این مورد قضاوت خواهیم کرد که همون اصول پرتابی ببینید به سمت چپ خیلی به وزر نزدیک بود. اما نتیجه نهایی چی خواهد شد؟ شهباز سعید ابروروف از زمره ورزشگران بسیار با اخلاق اما وزر نیست رقابت ادامه میکنند. دوستان عزیز ما هم طرفداری آنه که شایسته ها، آنهایی که قدرت و توانمندیشان خوبتر است، آنهایی که سخت زحمت کشیدند، آنها با پیروزی شرفیاب شوند. هر دو ورزشگر نیز ورزشگران محبوب هستند. یک کارد زرد بود دلیل یک فشاری که در بخش کمکات بود با امام علی نورعلی. حمله یک مراتبه دیگر به سمت چپ، اما سمت دوست داشته شهباز دومین مراتبه است که به همان سمت حمله میکند. زیدی حمله های خوب دارد اما فراموش نباید کرد که امام علی نورعلی از گویم ورزشگرانی بود که در مسابقات قهرمانی جودوی جهان در تاشکند همان اب هیفومی قهرمانی بازی‌های المپی و قهرمانی دو کاراته جهان رو واقعا غافلگیر کرده بود و از زمره ورزشگران بهترین روز شده بود. امروز در برابر شهباز است ولی شهباز هم ورزشگری ماهر هست. به نظر می رسد که قسمت سمت چپ کتف شهباز آسیب دیده باشد اما وقت نشان خواهد داد چی خواهد شد. یک تمایونگ به این شیوه سوی شهباز سعید ابروروف. واقعا بسیاری ها پیشگویی میکردند که همین دو چهره به فینال میرسد. شهباز و امام علی نورعلی با جدوگی سفید هست. شهباز با جدوگی کبود یا همون لباس های کبود. موقعیت برای امام علی نورعلی اما شیدا شاید برای گریز از همراه حریف یا فلشتک میگویم به تعبیر دیگر یا همون حمله دروغین. اما داور چی خلاصه میکند؟ بله شیدا نیست، داور میگوید شیدا نیست. رقابت ادامه مییابد. 1 دقیقه 19 ثانیه تا پایان وقت اساسی. یک حمله دیگر از سوی امام علی نورعلی و این هم
усули камари, вале дасташ чандон ба мавқеияти хуб набуд. дар бахши кор дар замин акнун идома хоҳанд дод. шояд дар мавриди шидои навбатӣ қазоват шавад. бале, бо далели камкорӣ ба Шаҳбоз Саидаброров шидо дода мешавад. натиҷаи кортҳои зард ё шидоҳо баробар ҳастанд. چهل ثانیه تا پایان وقت اساسی. اگر کسی از ورزشکاران حمله یا اجرای اصول سری وقت نکند شاید گلدنسکو در اختیار باشد تا نگه و به همین شیوه یک بار دیگر هم شهباز نشان داد که در این رقابت هم سرکار هست، هم در خط حمله هم در اجرای اصول های معمولی. اما امام علی به این ترتیب جواب میگرداند. موقعیت اما از این فرصت استفاده کرده نتوانست چون که شهباز هم در فرم خوبی ورزشی قرار دارد. و اوچی در مد نظر داشت شهباز اصول پایزنی از داخل از پشت پای حریف از قسمت داخل چنگ زدن با قسمت پشت ساق پای، اما موفقیت در پای نداشت. گلدنسکو دقیقه های طلایی فرصتی که باید غنیمت شمرد و تا آخرین نفس برای پیروزی تلاش کرد. یک بار دیگر ببینیم اکنون بخت بر سودی کی خواهد خندید. شهباز که در اولین حضورش در رقابت‌های گرند اسلم واقعا قائل کرده بود، یعنی از خود درک داد و امام علی نورعلی هم در مسابقات قهرمانی جودوی جوانان هم از خود درک داده بود. دو جوانی امیدوار کننده، دو جوانی با استعداد در فینال وزن تا 66 کیلوگرمی چمپیونات تاجیکستان در برابر همدیگر هستند. امام علی نورعلی مهمان فخری این مسابقات، رسول باقیوف برنده مدال برنجی بازی های المپی پکین و عمل کرده که اجرا شد به نتیجه واقعا بعد از تغییری هیئت مدیریت فدراسیون جودوی تاجیکستان امروز تمام آنهایی که در رشد و توسعه جودوی تاجیکستان سهم گذاشتند، آنهایی که خدمتشان شایسته بود واقعا دعوت شدند، قدردانی شدند و حضوری شایسته ها در این مسابقات قهرمانی جودوی تاجیکستان یا در این چمپیونات هم گواه از آن است که آینده جودوی تاجیکستان درخشان هست و آینده ورزش تاجیکستان نیز واقعا رو به درخشش دارد. به همین ترتیب یک کارد زرد دیگر با شهباز، ولی کارد زرد رو باز پس گرفت حمزه علی، داور درجه بین المللی، و یک پرتاب دیگر از سوی شهباز به سمت چپ. یک مراتب دیگر هم در بخش کار در زمین میخواهد کار را تمام کند. واقعا هیچ از یادمان نمی رود که شهباز در رقابت های گرند اسلم تیفلیس عجب پرتافت های جذاب کرده بود رقیبانش را، با ویژه آنهایی که امروز در این دسته وزن رقابت ها ماهرانه هنرنمایی کرده بودند.
ماهرانه در صحنه رقابت‌های جهانی می‌درخشند. پهلوانان ازبکستانی، گرجستانی از شهباز شکست خوردند در رقابت‌های جهانی. و ضد حمله از سوی شهباز و یک مرتبه این هم اگر میتوانید چرخش بدهد حریف را شانس بود. امروز ببینید که هیئت داوران هم کوشش میکنند تا در این رقابت آنه که استعدادش خوب و شایسته است در برابر حریف دستی بالایی را داشته باشد. به هر دو ورزشگر هم شانس میدهند، به هر دو امکان میدهند تا همان استعدادی که در هستهشان هست آن را استفاده کنند. همان قدرت و توانمندی و اقتداری که دارند در جوهر خویش از آن استفاده کنند. 6 دقیقه و 28 ثانیه در مجموع مبارزه بردند این ورزشکاران، ولی کسی از آنها تا اینجا. اما کارت زرد دوم جزا به شهباز سید ابرارов با سبب کمکاری داور مخلصان یکم اعتراض کردند، اما داور شاید در اینجا حق بود. یک پایزنی جذاب و جفت پای حریف تایوتوشی، اما موقعیتی که اجرا میشد چندان مناسب نبود، از این رو امتیازی در پی نداشت. رقابت من می شود از بخش سراپا ادامه خواهد کرد. اما طور که گفتم یک فینال جذاب ما رو انتظار خواهد بود. این هم همان فینال هست. یک مرتبه دیگر اما هست وزر یا نه. داور میگوید وزری نیست، اما شاید به نوارهای آهسته گوید که توجه کنیم. بله، نوارهای آهسته را خواهیم دید و چمپیون تاجیکستان آیا با همین پرتاب مشخص می شود یا اینکه داوران قضاوت خواهند کرد یا دفاعی که بسان گربسان آن داشت شهباز او را در همین جا حفظ خواهد کرد. داوران درجه بین المللی چی میگویند؟ یوگنی رخلین و هیئت داورانی که این رقابت رو نظارت دارند. ببینیم یک بار دیگر با این ترتیب وزری هست یا نه. خلاصه نهایی داوران وزری نبوده است دوستان عزیز، وزری نبوده است. اکنون رقابت ادامه می‌یابد و یک بار دیگر امام علی در خط حمله و ببینید با چه شکل امام علی که خیلی در این رقابت ها کوشش کرد، جهد و تلاش داشت. امام علی نورعلی آیا توان تسلیم کردن حریف رو دارد یا نه؟ ولی شهباز هم تم به شکست دادنی نیست. شاید داور من کند رقابت رو اینجا خوبتر خواهد بود. بله، داور من میکند. شهباز تا جای نفسگیر شد، دستش هم شاید لط برداشته باشد یا آسیب دیده باشد، شاید به پزشک نیاز داشته باشد. یک توموینگ از سوی شهباز، ولی نتیجه هم نیست. از نگاه فیزیکی قدرت و توانایی هر دو ورزشگر به نظر می رسد که خوب باشد، اما مخلصان شهباز میگویند، مخلصان شهباز میگویند از مربع بیرون شد شهباز و این هم عنوان چمپیون تاجیکستان در سال 2023 به امام علی نورعلی مبارک باشد. ولی خلاصه نهایی چی است؟ خلاصه نهایی آیا در حقیقت چنین هست یا نه؟ شهباز ادعا دارد که، اما ادعای او به اساس و به همین ترتیب امام علی نورعلی امروز از نگاه فیزیکی برتر بود در برابر شهباز و توانست که با مدال طلا و عنوان قهرمان تاجیکستان در سال 2023 آید به جودو بگردد. به همین ترتیب ببینید. اما چی علاج؟ شهباز میخواست اجرای اصول کند، اما داوران اینجا قضاوت کردند که او از مربع بیرون برآمده است. به هر حال
شاید داوران حق باشند در اینجا. به هر حال و ببینیم اکنون نتیجه در من بعده چگونه خواهد شد. در آینده نتیجه درخشان را انتظار هستیم.